اصل مسئله است که شما پرسان کرده بودین که هو این نام الله جل مجده هست یا نه. اگر به هو الله یاد شود این ذکر گفته میشه یا نمیشه؟ فکرتان میرسه؟ یک عده مردم غیر مقلدین اونها اعلان واضح کرده، یک عده مردم غیر مقلدین که رأسش در مزار می باشه اونا اعلان واضح کرده اگر کسی ثابت کرد که هو اسم الله هست ما آماده هستم در زیر دار خود در دار میکشم. گفته این ولی کسایی که اعلان کرده بود اگر کسی ثابت کرد که هو اسم الله است خودم بخیر در پای دار حاضر میشم، خود در دار میکشم. تو خود اینجا خود در دار نمیکشی، تو منکر یکی از نامای الله جل مجده هستی. الله انشاءالله در قیامت تو را در دار میکشه. بگو غیر مقلدین در دار میکشه. او یکی نام ما تو را انکار بکنه آرام میمانیم؟ نام منو تو را که انکار بکنه ما آرام نمیمانیم. منکر نام الله باشیم الله او را آرام میمانه، او را به اقرار خودش میگیره، او را به خیر در دار میکشه. اینا بفهمید ما در شما نگفتم نتیجه غیر مقلدین همیست که انسان از دین دور میکنه، رفته رفته از خدا دور میکنه، رفته رفته. سرمنشه از کجا میبراید؟ از قول ابن تیمیه میبراید. پیدا بکنین ترمذی شریف باب ما جاء فی اشارات الساعه جلد 2 صفحه 44. اما ترمذی ما جلد 2 صفحه 44 بابش نوشته بکنین. بابا که نوشته کردین بعد از آن از شما خطا نمیشه، چرا همین باب در کل ترمذی ها هست. باب ما جاء فی اشارات الساعه زیر در حرف شذی که شرح هزی است. نمی الله حدیث دراز از انس صاحب نقل کردگی است. دو گفت هذا یدل علی ان الله مفردن ایضا ذکرون. الله تنها گفتن، مفردن معنی تنها گفتن که الله میگه این ذکر می باشه. دلیل داره؟ بله. و کذالک فی القرآن العزیز قل الله. چقدر خواننده قرآن قل الله. از اونا پرسان میکرد که همه عملها را کسی میتانه بتایتان؟ اگر اونا چپ شد پیغمبر اسلام گفت تو جواب بگی قل الله. البته الله تنها ذکر بوده در قرآن ثابت شد. ثم ذرهم فی غوزهم. بعد از آن بمان مشرکین در سخنهای باطلشان برا. و قال الحافظ ابن تیمیه. این حال سرمنشه گپ پیدا بکنه. و قال الحافظ ابن تیمیه ان الله مفردا لیس بذکرین. لفظ الله تنها ذکر نیست. گفته الله که تنها ذکر نیست، اینا سرمنشه گفت که هو هم ذکر نیست. میفهمین؟ الله که تنها ذکر نشد هو هم ذکر نمی باشه. این سرمنشه شده جیبتان بگیرین. ترمذی شریف جلد 2 صفحه 44. اگر در دیگه ترمذی ها فرق بکنه باب ما جاء فی اشارات الساعه زیر بخیر حرف شذی را با شما نظر بکنید. در حرف شذی دوج تشریح این حدیث را کرد، گفت که از این حدیث فهمیده میشه که الله تنها ذکر می باشه. حرف شذی از علامه محدث کبیر مولانا محمد انور شاه رحمت الله علیه. این خود جیبتان شد این باشه. این اول تفسیرهای کبیر ما و شما فرق میکنه. تفسیر کبیر تفسیر کبیری که تفسیر کبیر ما هست جلد اول صفحه 157. جلد اول صفحه 157 در بحث بسم الله در تحقیق بسم الله هست. چرا بسم الله الرحمن الرحیم در یک نام ذات الله است که الله می باشد، دو اسم صفتیش هست که رحمان و رحیم می باشد. بسیار تحقیق کردگی است. اگر در صحیفه یافته نمیتانین الفائده الحادی عشره این عنوان نوشته بکنین با الفائده الحادی عشره یعنی فایده 11. این در تمام تفاسیر کبیر می باشد. الفائده الحادی عشره فایده 11. ما چی میدانم که از سر عبارتش بخوانم یا از مقصود جای؟ خود سرش یک چیزی میخوانم. در چی گفته؟
الفائدة الحادی عشره ان ذکر اشرف المقامات، ذکر الله بهترین مقامات است. قال علیه السلام حکایتا عن الله تبارک و تعالی اذا ذکرنی عبدی فی نفسه ذکرته فی نفسی. بنده ما اگر مرا در دل خود یاد بکنم، من در نفس خود یاد میکنم. و اذا ذکرنی فی ملئ، بنده ما مرا در یک جماعت ذکر کرد، ذکرته فی ملئ خیر من ملئه، یاد میکنم بنده خود را در جماعتی که از او که بهتر باشه. ذکر دست جمعی ثابت شد. او جماعتی که بهتر از کدام است؟ ملائکه ها می باشد. و اذا ثبت هذا، هر وقت که ثابت شد همین مسئله ذکر، فنقول میگیم